و قول ابن کثیر رحمه الله تعالی میفرماید الخالق لهذه الاشیاء هو المستحق للعباده وحده دون ما سواه. خالق این چیزها، همه این چیزهایی که ذکر کردیم، مؤلف دلیل قرآنی آورد، یعنی آفریننده آسمان ها و زمین الله است، نعمت دهنده الله است، تنها اوست سزاوار عبادت. پس مردم این اقرار نمودید هو مستحق للعباده. ابن کثیر میفرماید پس او است سزاوار عبادت، یعنی از بس که الله آفریدگار قرار داده شود، مربی هست، مربی تمام عالم است، پس عبادت هم از برای اوست. یک قاعده معروفی است، علما میفرمایند که من خلق و رزق مستحق للعباده. آن کسی که خلق میکند، می آفریند و رزق میدهد، پس او سزاوار عبادت است. پس این دو آیه که ما تلاوت کردیم و تفسیر و ترجمه کردیم دلیل روشن توحید و رد شرک است. پس عبادت الله واجب است و ترک شرک حتمی است، واجب است. پس همه دلیل آفرینش زمین، آسمان، باران، میوه ها شهادت میدهد که نباید غیر او عبادت کرده شود. پس شرک بزرگترین گناه است، زیرا همتا قرار دادن الله، همتا قرار دادن کسی با الله است و این ضد عدالت است و این شرک ضد عقل است، ضد انسانیت است. پس عبادت و حمد و ثنا و محبت و دعا تنها برای الله قرار بگیرد. فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. پس برای الله شریکان قرار ندهید در حالی که میدونید که او الله آفریدگار و رزق دهنده، روزی دهنده است. انداد گفت در اینجا جمع نید است، مانند و شریک یا مقابل قرار ندهید با او، یعنی برای الله همتاها نگیرید، نه در آفرینش، نه در رزق، نه در دعا، نه در عبادت، نه در رکوع، نه در سجود. و انتم تعلمون، شما میدونید. و این آیه کریمه و آیات های پیشین با همدیگر ارتباط دارند. آیات 21 و 22 او شما را آفرید، زمین را فرش برای شما قرار داد، آسمان را برای شما سقف قرار داد و از آسمان برای شما باران فرستانید، از زمین برای شما رویانید. همه این دلیل های عقلی الله برای ما بیان می‌نماید که شما با هوش بیایید، با خود بیایید. بنابراین پس در این حالت در آخر چیز باید شما عبادت را از برای او قرار بدهید. بارک الله فیکم.